برگشتیم با یه آموزش خفن دیگه. تو این جلسه قراره با هم جدیدترین و داغ‌ترین آهنگ علیرضا طلیسچی رو با هم کار کنیم. این آهنگ واقعا جذابه و نسبت به کارهای قبلی طلیسچی تنظیم متفاوتی داره. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم، بریم سراغ آموزش. ارادت رفقا، حالتون چطوره؟ مهیار شاهد هستم، نوازنده و مدرس گیتار از رسانه گیتاریست مدیا. همینطور که در ابتدای ویدیو گفتم، قراره تو این جلسه جدیدترین و داغ‌ترین آهنگ علیرضا طلیسچی رو با هم کار کنیم، آهنگ لیلا. قبل از اینکه بریم با هم آموزش رو شروع کنیم، ازتون میخوام نظرتون رو در مورد این آهنگ تو کامنت برامون بنویسید. خب ابتدا بریم سراغ ریتم این آهنگ. برای اجرای ریتم این آهنگ ضربه اول با انگشت پی از پایین به بالا، ضربه دوم هم دوباره با انگشت پی از پایین به بالا تا اینجا، ضربه بعد آپوگادو که با انگشت ایما سیما رو خفه میکنیم تا اینجا، ضربه بعد با انگشت آی از پایین به بالا و در نهایت ضربه آخر با انگشت آی از بالا به پایین. به این شکل پشت سرم. با شمارش هم به این شکل اجرا میشه: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. برای قسمت ابتدایی بخش دوم از این ریتم هم میتونیم استفاده کنیم که سلیقه، حالا میتونیم هم از همون ریتم اولیه استفاده کنیم یا از این ریتم. ضربه اول با انگشت آی از بالا به پایین به سه تا سیمای باس میخوره، سه سیمای بالا، سیمای 4 و 5 و 6. ضربه دوم دوباره با همون انگشت آی از بالا به پایین به سه تا سیمای تریبل تا اینجا. ضربه بعد با انگشت آی از بالا به پایین و در نهایت حرکت آپوگادو به این شکل: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. حالا در آکوردهای مثل آکورد می بمول مینور دیگه ضربه اول به سه تا سیم باس نمیخوره و ضربه اول هم به سیمای تریبل میزنیم به این شکل. ریتم این آهنگ رو با هم یاد گرفتیم. نوبتی هم باشه نوبت آکوردهای این آهنگ هستش، بریم. خب تو این آهنگ ما قراره کلا از 3 آکورد استفاده کنیم که به ترتیب سی بمول مینور، فا مینور و می بمول مینور، که حالا هم میتونیم این آکوردها رو به صورت باردار اجرا کنیم و همین که بیایم بار بند رو روی فرت 1 ببندیم. خب و به جای آکورد سی بمول مینور آکورد لا مینور سر دسته رو بگیریم، به جای فا مینور آکورد می مینور سر دسته رو بگیریم و به جای می بمول مینور آکورد ر مینور رو بگیریم. امیدوارم تا اینجای ویدیو از آموزش لذت برده باشین.
اگه تا اینجا آموزش رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. و همچنین یادم رفت بهتون بگم آکورد این آهنگ برای راحتی شما در کانال تلگرام ما قرار گرفته که آدرسش رو در زیر میتونین ببینین. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم، بریم سراغ ادامه آموزش. از آموزش آهنگ لیلا از علیرضا طلیسچی عزیز. امیدوارم از این آموزش هم مثل آموزش‌های قبلی لذت برده باشین. اگه آموزش رو دوست داشتین ویدیو رو حتما لایک کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید و همچنین یادتون نره پیج ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. تا آموزشی دیگه، خدا نگهدار.